انسان تنها موجودی است، تنها جانوری است که برای مدت‌های طولانی، خیلی طولانی، سیستم ایمنی خودش رو خاموش نگه می‌داره. 30 ساله افسرده است، حالش خوب نیست، شبا نمیخوابه، حس خوب نداره، زندگی رو مثبت نمیبینه، همش نگرانه، همش ترسیده. 20 سال اینجوریه. اصلا این که این آدم زنده است خیلی عجیبه. چرا آمار سرطان رتبه 1 آمار سرطان جهان مال ماست؟ خوشحال نیستم از اینکه اینو میگم. به همین دلیل برای ما این موضوعات اتفاقا مهمتره. وقتی سیستم ایمنی کلاً قطعه برای مدت‌های مدید، وقتی در شرایطی هستیم که دائم اخبار ناراحت کننده، خطرناک، ترسناک، ناامید کننده از بیرون میاد، ببینید چه بلایی بر سر ما میاد اگر آگاه نباشیم. اگر آگاه باشیم هیچی تکون نمیخوره، اصلا زندگی فرق نمیکنه که. برای اینکه از صبح پا میشیم حالمون خوبه، با یه خبر منفی، با یه خبر ناراحت کننده، با یه خبر ترسناک، حالمون بعد اون روز خراب میشه کلا. نباید بذاریم این اتفاق بیفته، چون وقتی که دوچار اون حالت میشیم این مکانیزم فعال میشه، سیستم ایمنی قطعه، احتمال ابتلا به بیماری افزایش پیدا میکنه.